بشار اسد فردی بود که کسی اصلاً گمان رئیس جمهور شدنش رو هم نداشت، چون حافظ اسد غیر از بشار یک پسر بزرگتر به نام باسل داشت که قرار بود وارث تخت پدرش بشه و ریاست سوریه رو به عهده بگیره. اما از شانس خوب بشار برادرش باسل طی یک حادثه رانندگی در اطراف دمشق میمیره و اینجاست که توجه همه جلب بشار میشه و اونو به عنوان وارث قدرت در سوریه آماده میکنند. آقای اسد تا قبل از این جریان و مرگ نابهنگام برادرش در لندن مشغول تحصیل در رشته چشم پزشکی بود. خلاصه این که بشار بعد از مرگ پدرش حافظ اسد قدرت رو به دست میگیره و مدتی بعد باعث مرگ و آوارگی میلیون ها نفر سوری میشه. اما اصل ماجرا چیست و آقای اسد چگونه از یک چشم پزشک به رهبر سوریه تبدیل شد؟ برای دریافت جواب تا آخر ویدیو همراه ما باشید. آقای بشار فرزند حافظ اسد و انیسه مخلوف در سال 1965 متولد شد، زمانی که سوریه و کل خاورمیانه شاهد تحول بزرگی بودند. در آن زمان دمشق تحت حکومت حزب بعث مشغول به ترویج شعارهای ملی‌گرایانه عربی بود. جامعه علوی که خانواده اسد به آن تعلق دارد یکی از محرومترین اقشار سوریه به شمار می رفت. حتی برخی معتقدند که این جامعه در واقع یکی از حاشیه نشین ترین گروه ها در کشور بود، تا جایی که فقر اقتصادی علوی ها باعث شد بسیاری از اعضای آن به ارتش سوریه بپیوندند. حافظ اسد حامی سرسخت حزب بعث یکی از افسران برجسته نظامی بود که در این دوران به قدرت رسید و در سال 1966 به عنوان وزیر دفاع کشور تعیین شد. آقای اسد تا سال 1970 در همین مقام موند و در سال 1971 به ریاست جمهوری رسید و تا زمان مرگش یعنی تا سال 2000 میلادی رئیس جمهور سوریه بود. حافظ اسد در جریان جنگ ایران و عراق طرفدار ایران بود و کشتار وحشتناک مردم حما در سال 1982 نیز در زمان حکومت وی اتفاق افتاد و رهبری این کشتار دست جمعی را رفعت اسد برادر حافظ اسد بر عهده داشت. با روی کار آمدن حافظ اسد دوران جمود و سرکوب وحشتناک مخالفین شروع شد و حافظ اسد هرگز تن به برگزاری انتخابات دموکراتیک نداد. با وجود چهره خشن حافظ، پسرش بشار مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و دور از سیاست و نظامگری بود و تصمیم داشت حرفه پزشکی را دنبال کند. آقای اسد پس از فراغت از دانشگاه دمشق برای گرفتن تخصص در رشته چشم پزشکی راهی لندن شد و در همانجا با همسر آینده‌اش اسماء الاخرس آشنا شد. اولین پسر حافظ اسد باسل بود و دومین بشار و بدین ترتیب باسل وارث قطعی قدرت در سوریه بود. اما در ژانویه سال 1994 باسل در یک حادثه رانندگی در اطراف دمشق کشته شد و بخت و اقبال در خانه بشار را زد. بلافاصله بعد از کشته شدن باسل، بشار به دمشق فراخوانده شد و روند آماده سازیش برای رهبری آینده سوریه آغاز شد. بنابراین بشار به ارتش پیوست و شروع به ساختن چهره‌ای عمومی برای نقش آینده‌اش کرد. سرانجام حافظ اسد در سال 2000 درگذشت و بشار در سن 34 سالگی به سرعت رئیس جمهور کشور شد. در آن زمان سن قانونی برای رئیس جمهور شدن 40 سال بود، ولی برای به قدرت رسیدن بشار حتی قانون اساسی سوریه نیز اصلاح شد و آقای بشار با خیال راحت روی تخت نشست و چند ماه بعد با اسماء الاخرس ازدواج کرد. در آغاز کار لحن بشار بسیار نرم و امیدوار کننده بود تا اینکه از سال 2001 میلادی نیروهای امنیتی بار دیگر سرکوب‌ها و دستگیری مخالفان را آغاز کردند. جنگ عراق در سال 2003 باعث تشدید تنش در روابط بشار اسد با دولت‌های غربی شد. رئیس جمهور سوریه با تهاجم آمریکا به عراق مخالفت کرد، چون نگران این بود که سوریه به هدف بعدی عملیات نظامی آمریکا تبدیل شده و خودش نیز به سرنوشتی مانند صدام حسین دچار بشود. در مقابل واشنگتن دمشق را به چشم پوشی از قاچاق اسلحه برای شورشیان عراقی مخالف اشغال آمریکا و همچنین اجازه دادن به عبور نیروهای افراطی از مرز طولانی بین دو کشور متهم کرد.
در پایان سال 2003 آمریکا تحریم‌های علیه دمشق در زمین‌های مختلف از جمله حمایت از تروریسم اعمال کرد. در همین حال حضور نظامی سوریه در لبنان نیز عامل دیگری برای افزایش فشارهای بین‌المللی بر اسد شد. در فوریه 2005 رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و یکی از مخالفان اصلی تسلط سوریه بر کشورش در انفجاری بزرگ در مرکز بیروت کشته شد و انگشت اتهام بلافاصله به سمت سوریه و متحدانش نشانه رفت. اعتراضهای گسترده‌ای در لبنان آغاز شد که همراه با فشارهای بین‌المللی به خروج نیروهای سوریه از لبنان پس از نزدیک به 30 سال منجر شد. هرچند یک دادگاه بین المللی ویژه در سال 2020 یکی از اعضای حزب الله را به عنوان مسئول این ترور معرفی کرد، اما اسد و متحد کلیدی او حزب الله لبنان دست داشتن در ترور حریری را انکار کردند. در سطح منطقه‌ای دهه اول ریاست جمهوری بشار اسد شاهد تقویت روابط سوریه با ایران و همچنین بهبود روابط با قطر و ترکیه بود، اما این روابط بعدها تغییر کرد و عربستان نیز که در ابتدا از رئیس جمهور جوان حمایت کرد، اما در روابط دمشق و ریاض نیز تغییرات عمده‌ای وجود آمد. اوضاع بر وفق مراد بود و اسد به حکومت اقتدارگرانه‌اش تا یک دهه ادامه داد، اما این اوضاع دوام پیدا نکرد و همه چیز از یک سیلی زدن آغاز شد. در دسامبر سال 2010 اسما اسد در مصاحبه‌ای با یک مجله گفت که خانه آنها به صورت دموکراتیک اداره می شود. در همان روز محمد بوعزیزی یک سبزی فروش تونسی پس از سیلی خوردن از یک پلیس زن خود را آتش زد و این اقدام به قیام مردمی در تونس منجر شد که رئیس جمهور زین العابدین بن علی را سرنگون کرد. قیام تونس الهام بخش جنبش‌های انقلابی در سراسر جهان عرب شد و به مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه رسید. مصاحبه‌ای که در مارس 2011 با عنوان گل سرخی در بیابان منتشر شد و مدتی بعد حذف شد، سوریه را به عنوان کشوری عاری از بمبگذاری، تنش و آدمربایی توصیف می‌کرد. اما این تصویر طی چند ماه کاملاً متحول شد. در ماه مارس سال 2011 اعتراضهایی در اطراف بازار حمیدیه در دمشق آغاز شد. چند روز بعد در واکنش به دستگیری کودکانی که روی دیوارها علیه بشار اسد شعار نوشته بودند، تظاهرات گسترده‌ای در شهر درعا در جنوب سوریه برگزار شد و به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت. بشار اسد 2 هفته بعد در یک سخنرانی عمومی در پارلمان وعده داد که توطئه علیه سوریه را خنثی ساخته و نیازهای مردم را برآورده کند. اما تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان در درعا اعتراضها را شعله‌ور کرد و در نهایت معترضان در شهرهای مختلف خواهان کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شدند، ولی حکومت با خشونت پاسخ داد و ظرف چند ماه وضعیت سوریه از اعتراضهای مسالمت‌آمیز به درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه‌های مخالفی تغییر یافت که در سراسر کشور دست به اسلحه شده بودند. با ادامه و تشدید خشونت و درگیری، سازمان ملل تعداد قربانیان را از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار نفر افزایش داد و قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای درگیر جنگ شدند. روسیه، ایران و گروه‌های مسلح وابسته به ایران در کنار نیروهای بشار اسد سفارایی کردند، در حالی که ترکیه و کشورهای خلیج فارس از گروه‌های مسلح مخالف حمایت می‌کردند. هرچند اعتراضها علیه اسد در ابتدا با شعارهای آزادی و دموکراسی و بدون شکاف‌های مذهبی آغاز شده بود، اما خیلی زود لحن فرقه‌گرایانه‌ای که پیش از قیام وجود داشت آشکار شد. برخی گروه‌های مخالف حکومت را به تبعیض به نفع علوی‌ها در برابر اکثریت سنی متهم می‌کردند، در حالی که دولت مخالفان را تروریست می‌نامید. مداخله کشورهای منطقه شکاف‌های فرقه‌ای را عمیق‌تر کرد و گروه‌های اسلامگرا رویکرد خصمانه‌ای را علیه اسد در پیش گرفتند و شبه نظامیان شیعه وفادار به ایران به رهبری حزب الله لبنان برای حمایت از دولت اسد وارد سوریه شدند. در ماه اوت سال 2013 صدها نفر در حمله شیمیایی به غوطه شرقی منطقه‌ای تحت کنترل مخالفان در نزدیکی دمشق کشته شدند.
قدرت‌های غربی و گروه‌های مخالف حکومت سوریه دولت اسد را مسئول این حمله دانستند. دمشق هر گونه دست داشتن در این حمله را انکار کرد، اما تحت فشار بین المللی و تهدیدها با برچیدن زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود موافقت کرد. با وجود این جنگ سوریه همچنان شاهد فجایع دیگری از حملات شیمیایی بیشتر بود. کمیسیون‌های سازمان ملل متحد تمام طرف‌های درگیر را به ارتکاب جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه و تجاوز متهم کردند. در مقطعی به نظر می رسید که دولت اسد در آستانه سقوط قرار دارد و کنترل بخش‌های وسیع از کشور را از دست داده است. اما مداخله مستقیم روسیه در سال 2015 معادله را تغییر داد و به دولت اسد کمک کرد تا مناطق کلیدی را پس بگیرد. بین سالهای 2018 تا 2020 توافقنامه‌های منطقه‌ای و بین المللی منجر به وضعیتی شد که در آن نیروهای دولتی کنترل بیشتر مناطق سوریه را در دست گرفتند، در حالی که گروه‌های مخالف اسلامگرا و شبه نظامیان کرد کنترل مناطقی در شمال و شمال شرق را در اختیار داشتند. این توافقنامه‌ها اعتماد به نفس بشار اسد را افزایش داد. با وجود روابط آسیب دیده سوریه با جهان عرب از زمان آغاز قیام، باز هم به تدریج به عرصه دیپلماتیک عربی بازگشت. نماد این بازگشت پذیرش دوباره سوریه در اتحادیه عرب بود که در سال 2023 رخ داد و پایتخت‌های عربی بازگشایی سفارت‌های خود در دمشق و عادی‌سازی روابط با سوریه را آغاز کردند. با وجود بحران‌های شدید اقتصادی در دهه سوم حکومت بشار اسد، به نظر می رسید که او از بزرگترین چالش دوران حکومت خود جان سالم به در برده است. پس از سالها درگیری خونین به نظر می رسید که خاورمیانه در آستانه آرامشی نسبی قرار دارد. اما در اکتبر سال 2023 حماس حمله غافلگیر کننده علیه اسرائیل انجام داد که به جنگ غزه منجر شد و پیامدهای آن به سرعت به لبنان به ویژه حزب الله گسترش یافت. این درگیری خسارات سنگینی به حزب الله لبنان وارد کرد و رهبران ارشد آن از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله کشته شدند. پس از پذیرش آتش بس در لبنان توجه جهانی به سرعت به سوریه معطوف شد. در همان روزی که آتش بس در لبنان برقرار شد، گروه‌های مخالف سوری به رهبری هیئت تحریر شام حمله‌ای غافلگیر کننده انجام دادند و شهر حلب را تصرف کردند. آنها به سرعت پیشروی کردند و کنترل شهر حما را هم در دست گرفتند و بعد از آن وارد حمص شدند تا به سوی دمشق پیشروی کنند و سرانجام موفق به سرنگونی بشار اسد و فرار آن از کشور به مسکو شدند و بدین ترتیب دوران وحشیگری اسد به پایان رسید. در بخش‌های بعدی در مورد زندان‌های بشار اسد و چگونگی رفتار با زندانیان را خدمتتان عرض خواهیم کرد. تا ویدیوی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.